قاعده 104 واقعیت زندگی پیامبران علیهم السلام را به شکل توقیفی ایمان داشته باشیم. این قاعده بسیار مهم است، بسیار مهم است برای کسایی که عقیده درست میخواد داشته باشن. ما و شما همیشه وقتی که شما چیز کنین قصه های پیغمبرها را یا مثلا امو واقعیت هایی که درباره پیغمبرها گفته شده هست در ختم از او ببینین میگه که تلک من انباء الغیب. در سوره هود بعد از اینکه واقعات زندگی نوح علیه السلام بیان میشه، الله سبحانه و تعالی در سوره هود آیت 49 چی میگه؟ میگه تلک من انباء الغیب. امی قصه هود علیه السلام که هست، واقعیت هایی که در زندگی از او گذشته، این انباء الغیب است. متوجه شدین؟ این خبر چی است؟ غیبی هست. خب حالی که این انباء الغیب شد، پس قصه های پیغمبرها یا مثلا قصه یوسف علیه السلام، شما ببینید سوره یوسف علیه السلام، در آخر سوره یوسف علیه السلام وقتی که آیت قرآن میگه که این مربوط به چی است؟ انباء غیب است. خب وقتی این از انباء غیب شد، حال در قصه بعد از اینکه واقعیت زندگی پیغمبرها را بیان میکنه، باز میگه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت، ای پیغمبر این قصه را تو هم نمیفهمیدی ولا قومک و قومت هم نمیفهمید. پس این بسیاری از مسائل است که مربوط به غیب میشه. از همین خاطر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله به طائف میره، امو غلامی که میگه که بر از اینا انگور میارن، پرسانش میکنه، میگه که تو از کدام منطقه هستی؟ میگه از فلانی منطقه. یکی امو درباره یونس علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه و آله گپ میزنه، برش میگه تو از کجا فهمیدی که یونس ابن متی پیغمبر بود؟ میگه من چون به هم پیغمبر هستم، بالای من وحی شده. و همون شخص چی میشه؟ مسلمان میشه. خب حال وقتی که قصه های پیغمبرها هست، متاسفانه در فرهنگ و در ادبیات ما و شما، در ادبیات ما و شما که هست، متاسفانه یک اشتباهی بسیار بزرگ است که حتی بسیاری اوقات سبب کفر یک نفر میشه. قصه های دروغی ساختگی که به شأن و جلال و عظمت پیغمبرها شایسته نیست، در ادبیات ما وجود داره. بسیاری اوقات ما و شما یک شعر میخوانیم، قصه موسی علیه السلام به همراه سنگ تراش، قصه موسی علیه السلام به همراه یک چوپان. بازو چی میگه؟ بازو میگه که موسی علیه السلام در یک منطقه بود و اونجا یک دانه چوپان بود. این چوپان گپای بسیار زشت میزد. باز موسی علیه السلام آمد ایره امر بالمعروف کرد و نهی عن المنکر کرد. باز حتی الفاظ استعمال میکنن، میگه موسی علیه السلام دل از این نفر از دین سیاه کرد. اینا رو وقتی که گپ میزنن، یعنی موسی علیه السلام یک پیغمبر اولوالعزم به این سویه میشه که دل یک نفر از چی؟ از دین سیاه کنه. چقدر گپ زشت است برازی. توهین برای کی شد؟ برای یک پیغمبر اولوالعزم، به امرای پیغمبره که و کلم الله موسی تکلیما، الله همراه از سخن گفت. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله. سبحان الله، موسی علیه السلام امرش الله سخن میگه و اینجا باز میخیزن برازی این تگپا رو میزنن و باز مردم گریان میکنن که آولا. باز میگه این نفر رفت صاحب به طرف چیز دشت، یخن خدا پاره کرد. ای موسی دل من سوختاندی و ای موسی میکرده من خراب کردی و چی کردی. باز شما بخونید در ادبیات همین قصه سنگ تراش و قصه چوپان ترا در اشعار است. اشعار بعضی کسا که عقیده قرآن و سنت نمیفهمن، احساساتی برخورد میکنن، بازی را با بسیار تمطراق میخوانن. باز میگه موسی وقتی که رفت باز الله سرش قار شده، باز موسی را گفت ای موسی پیغمبری تو از پیش تو میگیرم و تو پیغمبر نیستی و چطور هستی و چرا هستی. و بالاخره باز موسی علیه السلام میگه پس آمد پیش از این شخص. وقتی که آمد این شخص چی شد؟ این شخص باز میگه که برش گفت که هیچ آدابی و ترتیب مجو، هرچی میخواه دل تنگت بگو دیگه، هر گپای زشتی که بر الله گفتی او را بگو، هیچ پروا نداره. باز میگم اون نفر بر موسی علیه السلام چی میگن؟ اون نفر بر موسی علیه السلام میگه که ای موسی برو دیگه، آل ما خو چی نیستیم، ما آل چیز ما خلاص است، آل ما به او فکر نیستیم که تو آمدی که ما ببخشم. آل ناسوت ما لاهوت شد. این ناسوت و لاهوته که در ادبیات ما و شما میگن
این از کجا گرفتن؟ از عقیده نصرانی ها گرفتن. مشکل نصرانی ها چیست؟ نصرانی ها میگن که عیسی علیه السلام ناسوت بود، یعنی انسان بود. انسان هم میگن، ناسوت یعنی انسان. میگه عیسی مسیح ناسوت بود، از یک خانم که انسان بود تولد شد، بازی رفت به اله مبدل شد. لاهوت یعنی چی؟ یعنی اله. در ادبیات ما و شما چی میگن؟ میگن باز همین شخص آمد برای موسی علیه السلام گفت که برو ای موسی، تو حال آمدی برای من میگه که چطور است چنان. حال ما از این گپا تیر شدیم، ما به سدرة المنتهی رفتیم، از سدرة المنتهی هم 100,000 سال آن سو رفته هم. ناسوت مال چی شده؟ لاهوت شده. ما خودم العیاذ بالله به خدا مبدل شدیم. و این شما بسیاری وقتا ما تو نامش نمیگیرم که بر مشخص بردان بگم فلانی شاعر فلانی چیز، اما شما اگر کتابای ادبیات باز بکنین نبی لاهوت و ناسوت دمو کتاب بپالین، حتما شما در امی ادبیات میافین که بعضی از چیز. و این عقیده ناسوت به لاهوت، این عقیده نصرانیت کفری هست که نصرانی ها کافر شدن وقتی که عیسی مسیح از چی کشیدن؟ از انسانیت کشیدن، او را آوردن به چی؟ به الوهیت، صفت الوهیت برش دادن. و متاسفانه در کتاب‌های ادبیات است و این بسیاری کسا میخوان توهین به پیغمبر. پس یکی از قواعد که ما و شما باید بر از او عقیده صحیح داشته باشیم و چی است که تمامی واقعات زندگی تمامی پیغمبران را باید به شکل چی بفهمیم؟ به شکل توقیفی. امو اندازه که در قرآن آمده، اما اندازه که در احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، به می اکتفا بکنی. سر پیغمبرها اگر کسی قصه را زیاد میکنه، تهمت بر غیب است. قصه نو جور میکنه، ادعای علم غیب است. فالبین چرا کافر میشن؟ به خاطر که ادعای علم غیب میکنه. بر تو میگه که من فالت ببینم، اینا تو بخیر دو ماباد ازدواج میکنی. بچه های جوان اگه بگی دو ماباد ازدواج میکن، وقت 500 از جیب خود میکشه، میگه نه دو ماباد چقدر خوب شد. بیچاره 2 ماهش تیر میشه، 3 ماه تیر میشه، 4 ماه تیر میشه که نه ازدواج است نه هیچ گپ. بعد از دیگه بیچاره ریش سفیدا کرد، برای میگه یک هفته بعد سرت یک مصیبت میموری. باز میگه ازاری رو بگی، یعنی این فالبین کافر میشه به خاطر ادعای علم غیب. کسی که قصه پیغمبرها را از دل خود جور میکنه به خاطر ادعای علم غیب، ایده کفر داخل میشه. چرا در قرآن چی گفته؟ تلک من انباء الغیب. پس وقتی که غیب است تو چی حق داری که بخیزی قصه های دروغ بگی؟ و از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه چون این قصه هایی که اینا جور میکنن کلش دروغ است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که سر ما دروغ میگه، چه قسم سر پیغمبر صلی دروغ میگه؟ یک قصه دروغی بر پیغمبر جور میکنه. بعضی کساس ببینید که هر قصه که آمد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این تو کرد و خوب میفهمی که او برادر این قصه مربوط پیغمبر نیست، این قصه یک شخص عادی هست. این میارن به پیغمبر هر چیز نسب میکنن. بعضی احادیثی که سندش معلوم نیست، این کس روایت میکنه، یا بعضی احادیثی است که علمای حدیث شناس گفتن که این حدیث موضوع هست، ساختگی هست، دروغ است. بسیار کتابا هست، اگر شما مکتب شامله را باز کنین بسیار کتابای هستن گفته که کتابای هستن درباره الموضوعات، احادیث ساختگی دروغی. علما آمدن احادیث خوب غلبیل کردن، احادیث صحیحه کشیدن گفتن اینی احادیث صحیح است، احادیث ضعیفه گفتن اینی ضعیف است، احادیث ساختگی که تهمت شده گفتن اینی دروغ است. پس ما و شما هیچ ضرورت نداریم مراجعه میکنیم. هر حدیثی را که شما خواسته باشین برین تحقیق بکنین، براتون سندش هم میکشه که این حدیث صحیح است. پس ما باید احادیث صحیح را روایت کنیم، از حدیث موضوع و از حدیث ضعیف اجتناب بکنیم. چرا؟ اکثرا اختلافی که در بین امت اسلام انداخته چی انداخته؟ اینمی احادیث ضعیف و احادیث ساختگی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفته و بعضی مردم مثلا میخیزه الله برشان هدایتشان بکنه. یک نفر است مثلا صرف نمیفهمه، نحو را نمیفهمه، یک خلاصه را یا چیز را خوانده بیکار است، ایمه مولای ماجد میشه. متوجه هستین؟ اکثرا مردمایی که بیکار ماندن دیگه یا با
یگان وطندار خود پیدا کرد، کجا هستی؟ اون صاحب لنگیش خوب کلان لنگی است، ریشش خوب کلان است، چپنش هم خوب دراز است. این که آمد صاحب این ملا میشه. وقتی که ملا شد روز جمعه میگه خب بخی ملا صاحب برای ما تبلیغ بکن. باز بعد از صاحب یک فیلمی دانیست مارمولک آره، باز صاحب در سر منبر بالا میشه مارمولک، باز اونجا دیگه ایران میمونه که ما بر از مردم چی بگویم. باز در افغانستان آسان کاری است که برده پشت پل خشتی، اونجا بسیار کتابای چی است، یک کتاب از به نام قصص الانبیا. در این قصص الانبیا قصه های را آوردن که از هم کتاب های تحریف شده گرفته شده است. عین تحریفات ای باز میخواد قصه میکنن و سر پیغمبران نسبت زنا هست و نسبت گناه ها هست. باز میخواد او مردم فلانی پیغمبر این کرد، او مردم این کرد، اون باز اینی قصه را اون احادیث دروغی و قصه های دروغی و ایمه هم خودش بعضی کسا دال است، بعضی کسا مدل است. دال کسی است که خودش گمراه است و مدل کسی است که هم خودش گمراه است و هم دیگه را گمراه می‌سازه. و اکثرا در افغانستان اینمی مردمای غیر مسلکی که یک وقت یک نفر ببینه که خودش انجینیر است یا دکتر است یا صاحب منصب است، این صاحب خیسته ملایی میکنه. باز 40 تا جوانا میره دیگه بازی دیگه لرزانده میره و باز چی کرده میره. یا مثلا کسایی هستن که بی سواد حتی قرآن غلط میخونن و این میخواسته بر مردم امامت میکنن و اگر بر از اینا باز به مردم حق رسانده شد، باز همین طبقه که به خاطر چی اومده امامت گرفته رشته هم نیست، به خاطر از اینکه این تجارت میکنن سر دین. فهمید؟ یعنی مسجد برش یک دکان است، بازی دکاندار چی میکنه؟ هر کسی که مخالف مزاجش گپ زد باز میگه این یک بچه یک محصل از پانتون آمده بود وهابی است. چرا؟ قرآن صحیح خواند. حالا اگه قرآن صحیح خواندی وهابی شدی، اگه ترجمه قرآن خواندی وهابی شدی، اگه تفسیر قرآن خواندی وهابی شدی. به خاطر اینکه وهابی نشی چی باید بکنی؟ برو از پشت پل خشتی یک قصه 1001 شب پیدا کو، قصه ساختگی رو پیدا کنه، مورد بیاد که قرار خانه مردم هم میگه اوه چه خوب قصهش مزه‌دار بود و مردم هم خوش است. و وقتی قصه رو خلاص کردی باز میگه تو بیا برات یک پوری پلاو بیارم که والله قصه بسیار خوش اومد. در حالی که همین شخص اگه بفهمه من کذب علی متعمدا، رسول الله میگه هر کس سر من قصدن دروغ بگویه فلیتبوأ مقعده من النار. یک روز یک کسی یک کتاب برام اومد نوشته کرده بود که 72 حدیث برای تجلیل از میلاد النبی. من گفتم والا پیش خودم فکر کردم، من گفتم اگر یک حدیث درباره تجلیل از میلاد النبی باشه من خودم میلاد النبی رو تجلیل میکنم. این 72 حدیث آورد. وقتی که 72 حدیث کلان اینطور رسالت چاپ کرده بوده، عالی که میخوام که احادیث شکل کتاب مراجعه میکنم، عالم نوشته کرده که این دروغ است، این دروغ است، اصل نداره، این اصلا در کتابا نیست، این فلانی نیست. کلش 72 دانه حدیث دروغ. به خاطر چی ساخته؟ به خاطر از اینکه عموم مقصد خدا برای مردم نشان بده که این میگه ما چی است راست. یعنی 72 مرتبه بالای رسول الله چی گفته؟ دروغ. من و رسول الله میگه اگر کسی یک دروغ من کذب علی متعمدا قصدا فلیتبوأ مقعده من النار. علی میفهمه که نمی 72 حدیث کلش حدیث نیست، دروغ است، سر پیغمبر تهمت شده و این بازی کلش یک جمع میکنه و باز میای بر مردم میگه این حسابی یک حدیث، این دو حدیث، این سه حدیث، این 4 حدیث، 170 حدیث، این حسابی سعی کنید شما این مردم چی. پس ما شما باید بفهمیم که قصه های پیغمبرا هست، حتی بسیاری کسا از پیغمبرا میگه لفظ قصه را استعمال نکنین، از اونا قصه نیست، حقیقت است، یک حقیقت قرآنی ثابت شده هست، قصه نیست.